تیفلی یک جوان مولانا حکایت میکند، میگه روز جوانه که بود دوران مکتب خانی، همه ما مکتب خواندگیم. بسیار در زمان مکتب خانی همین کودکو سیراشون به مادراشون میگویند. اگر معلم چیزی برای او سفارش بده میآید در گوش یا چشم میگه. مادر از تگ زمین هم پیدا میکنه برای فرزندش. این جوانک هر روز مکتب میرفت، مادرش میبردش. روزی گفت بچه جان دیگر مکتبی من نه آب. گفت چی با بچه جانم؟ گفت که دوستانم من رو مسخره میکنن که چرا همه مادران دو چشم دارن و مادری تو یک چشم دارن. خوب گفت بچه جانم من دیگر مکتبی تو نمیرم. هر روز میامد از مادر سوال میکرد بچه جان چرا همه مادرها دو چشم دارن تو یک چشم داریم؟ میگو بچه جانم اولی بزرگ شد باید جواب تا میگو. روز این جوان مدرسه ابتدایی را تمام کرد و مدرسه عالی قدم گذاشت و شهر آمد مدرسه عالی. اما در زمان مدرسه خانیش از مادر داشتنش پناه داشت. راهبر مدرسه پرسید جوانای خوب کی یتیم است؟ دست برداشت گفت من مادر ندارم. راهبر مدرسه بسیار عزتش کرد، دوستش می داشت. وقتی ختم کردم گفت که من تو رو به فرزندی قبول میکنم و دخترش در نکاحش در آورد. این خبر بدیهه به مادرش رسید که فرزند شما مدرسه را تمام کرد و او را در مدرسه به کار ماندند و یک دختری راهبر مدرسه را به نکاحش در آورد. مادر که زمان خوردی فرزندش ناز او را میبرداشت، زمان طفلیش فرزندش میگفت بچه جان من زمان مکتب میروم برایم کلچه های علفین آماده کن. مادر از اون کلچه های علفین آماده کرد، در آستین کرتش گرفت و شهر خاندان فرزندش سراغ آمد مدرسه پرسان شد. گفتن که این جوان مدرسه را ختم کرد و فلان جا زندگی میکند. وقتی رفت در خانه فرزندش را کوفت، همسر فرزندش بیرون شد. پشت در مادر را دید که خسته می نماید، لباس های کهنه دارد. خیال کرد یکان گدایی است. رفت یک نان خشک آورد و به مادر دراز کرد. مادر می نان گرفت، در دیده هاش بوسه کرد. با قلبش گفت هزار با شکر که در زندگی ما را برده این نان خانه فرزندم نصیب بوده است. و در آستینش پنهانش کرد. باری دوم باز در کوفت. باز همسری فرزندش بیرون شد. گفت چی میخواهی؟ و سرش داد زد. گفت شوهرت کجاست؟ گفت با شوهرم چی کار داری؟ گفت اگر بیگاه آمد شوهرت، از اون آستینش دو دانه کلچه را دراز کرد او به دست شوهرت میته. دیگر این عروس جوانم نپرسید تو کی هستی. وقتی بیگاه جوان از کارگاه به خانه آمد، همسرش استقبال گرفت. گفت کی خانه آمده بود؟ گفت یک پیرزن آمده بود، بسیار خسته می نمود، لباس های کهنه داشت. من خیال کردم گدا هست و او یک نانی خشک دادم، نان بوسه کرد، در دیده هاش مالید و در به بالاش پوشیدم. بار دیگه در رو کوفت، دو دانه کلچه داد. گفت که اگر شوهرت آمد بوده. جوان گفت آه مادرم است. وقتی کلچه ها را بوی میکشید، بوی دستان مادر میکردن. بین کلچه ها را کشید که مادر یک نامه نوشته است با دستان لرزانش. بچه جانم زمان طفل بودی و از من میپرسیدیم که چرا مادر جان یک چشم داری؟ من چرا در زمان خوردیت نمیگفتم؟ زمان خورد بودی، با دوستانت به بازی مشغول بودی و در زمان بازی کردنت چشمت آسیب دید. به نزد طبیب تو را بردیم. طبیب گفت که این مادر فرزند تو نابینا می شود. من بسیار گریستم به حالت.
طبیب گفت یک علاج دارد. اگر یگان نزدیکترینش را پیدا کنی و چشم او را بگیریم و جراحی کنیم در چشم فرزند بمانیم. گفت بچه جانم من راضی شدم، تو با چشم من دنیا را میبینی. گفت وقتی این جوان این پیام مادر را شنید دیگر دنیا برایش تاریک شد. دوام شد. روز دیگر جانب دهه به خاطر دیدن مادر رفت که مردم یک قبر خاک به بار میکنند. از اونها پرسید این قبر کیست؟ گفت قبر مادری که فرزندش را پرتافته بود. و سراغش نمی آمد. و سراغ فرزند رفت و دیدار او را ندیده جان و جبار سپارید. دوستای مهربان، زندگی میگذره، حیات میگذره. مادر داشتن هم غنیمته، پدر داشتن هم غنیمته. اگر دوست بداری هیچگاه برای اونها پیر نمیتابند، اونها خسته نمیتابند. و برای کسی نمیگویی که مادری من سال خورده است، زیرا مادران هیچ وقت مقامشان دور نمیشن. بزرگ میفرماید مادر بگذشت یک دیلاگاه نماند. امروز خاندان این قاریا، این بلبلای قرآن دیلاگاه داشت، بعد گذشتن نیست دیگه. شاید سبب سرجمی بود این مادر. شاید نفر دوست برادری میگو برم یک بالاتشم رو ببینم. دوستای مهربان، ما یک چیزی با لذت اگر بخیر میگم کاش که مادر ماما میایی تناول کنم. ما همه بزرگی و شرف از دعای مادر یافتگیم. الحمدلله. مادر بگذشت یک دیلاگاه نمان، یک دیده انتظار در راه نمان. شاید انتظار بود که که قاری دوست ما از در میدراید مادر ببینن، لیکن دیگر نیست انتظاری. وقتی که خزینه داری درگاه نمان، در خرمن بخت ما بجز کاه نمان. امروز این خرمن خاندان خالی شد، خرمن این بلبلان خالی شد. حالا این دوستایی که اگر در خانه مادر داریم قدرشان را بدانیم، عزت مادر را به جا بیاریم. مثل که در طفلی ما را نوازش میکردن نوازششان کنیم، زیرا مادر است. خداوند مهربان مادری بلبلای قرآن رحمت پروردگارا ما را توفیقی در این حیات با نصیب بدن از دعای مادر نصیب کن. پروردگارا همین بیماری را از سر جامعه جهانی برداشته. الله ذوالجلال دوستداران خانه با درهای بسته مسجدها امتحان کن. پروردگارا در مسجدها را باز کن. خداوند صدای اذان شنیدن قرآن نماز جماعت نصیب کن. پروردگارا بار دیگر در خانه مهمان کن. ای الله تو غفور و رحیم قدرت داری. اللهم اهدنا الصراط.